خبرهای اقتصادی امروز 6 فوریه در پیام تیوی. تلفات محصولات کشاورزی که در بازارها و اتاقهای یخدان نگاه داشته می شوند حدود 20% را تشکیل داده است. خورشید رحمان علی زاده معاون رئیس جمعیت تاجیک مطلوبات امروز 6 فوریه در دوشنبه در ملاقات با خبرنگاران گفت جمعیت تاجیک مطلوبات برای معین کردن حجم خسارات استاد ویژه تشکیل کرده است که از همین هفته به حساب کردن شروع می کند. به گفته رحمان علی زاده در همکاری صاحبکاران در انبارهای کارخانه 1625 تن پیاز، 680 تن کارتاشک، 100 تن سبزی، 300 تن میوه و 180 تن انگشت ذخیره کرده شده است. یکی از سبب‌های یک بار بالا رفتن قیمت پیاز در بازارهای کشور به گفته نماینده تاجیک مطلوبات کاهش حاصل این محصولات کشاورزی و کم وارد شدن آن بوده است. به گفته خورشید رحمان علی زاده در حال حاضر در بازارها نقطه فروشی محصولات کشاورزی جمعیت تاجیک مطلوبات موجود است که 1 کیلو پیاز تا 3.5 سومانی به فروش می رود. گفته می شود عین حال به کشور واردات پیاز نیست و کارتاشک از پاکستان به جمهوری وارد می شود. در تاجیکستان فعلا 4 لایحه برای تامین اهالی با آب آشامیدنی در منطقه های جمهوری به مبلغ تقریبا 75 میلیون دلار عملی می شود. دیرکتوری کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی و کمونالی عثمان دولتزاده در نشست مطبوعاتی گفت حالا تنها 65.8% اهالی تاجیکستان به آب آشامیدنی دسترسی دارند. به گفته دولتزاده تا سال 2030 پر تامین نمودن اهالی کشور با آب تازه آشامیدنی در نظر است. پیشتر خبر داده شده بود که برای پر با آب تازه نوشاکی تامین نمودن اهالی تاجیکستان 30-40 سال لازم است. برای این مقصدها 2 میلیارد دلار لازم است که تقریبا 1.7 میلیارد دلار آن برای ساختمان و تجدید انفراستراکچور شبکه‌های آب تامین کنی و کانالیزاسیون لازم است. سال 2020 حکومت کشور ترتیب تهیه تعرفه‌ها برای تامین آب نوشاکی و خدمت رسانی بهداشت را تصدیق کرد. اما تا حال تعرفه‌های نو آب جاری نشده اند و خواجگی منزلی و کمونالی برای خدمت رسانی خود از روی ترافه‌های سال 2018 پول می‌گیرد. دارایی بانک دولتی امانت بانک در سال 2022 به اندازه نزدیک به 43% افزایش یافته به 6 میلیارد و 300 میلیون سومانی برابر شده است. فایده صافی امانت بانک در سال گذشته نزدیک به 102 میلیون سومانی را تشکیل داده است که نسبت سال گذشته بیش از 53% زیاد می باشد. در این باره ریاست بانک ضمن نشست مطبوعاتی در شهر دوشنبه اطلاع داد. به اطلاع منبع حجم عمومی دارایی‌های بانک به اندازه 45% افزایش یافته به 6.3 میلیارد سومانی برابر شده اند. در ضمن عهده‌داری‌های بانک 5.6 میلیارد سومانی ارزیابی شده است که از حجم دارایی حدود 700 میلیون سومانی کمتر می باشد. ذکر شد که بانک مذکور همچنین به بودجه دولت دوام 12 ماهی سال گذشته 85 میلیون سومانی اندازه پرداخت‌های حتمی را وارد کرده است. تاکید شد که امانت بانک به نزدیک 25,000 کارخانه و تشکیلات‌ها زیاده از 784,000 نفقه‌گیر و بیش از 1.8 میلیون امانتگزاران خدمت رسانی کرده است. شماره کارمندان این بانک دولتی نزدیک 3,000 نفر گفته شد که در مناطق گوناگون جمهوری فعالیت دارند. نرخ ارز. بانک ملی تاجیکستان ارزش سومانی را نسبت به اسعار خارجی برای امروز 6 فوریه اعلان کرد. طبق نشانداد بانک ملی تاجیکستان ارزش 100 روبل روسی برای امروز 14 سومانی و 55 درم است. این نهاد قرب میانه فروش 100 دلار ایالات متحده آمریکا در مؤسسه های قرضی تاجیکستان را 1031 سومانی و 51 درم ارزیابی کرده است. بانک ملی قرب میانه فروش 100 یورو را 1118 سومانی و 16 درم ارزیابی کرده است. نرخ طلا. بهای هر اونس طلا در معاملات صبح امروز میان بانک‌های لندن 1870 دلار و 36 سنت معامله شد. نرخ نفت خام. نرخ میانه فروش هر بشکه نفت خام تحویل ماه آینده در بیرژه‌های لندن 79 دلار و 81 سنت معامله شد. نرخ میانه هر بشکه نفت خام تحویل ماه آینده در بیرژه‌های نیویورک 73 دلار و 27 سنت معامله شد.